سلام، خوشحالم که در حال تماشای این ویدیو میبینمت. و اما ریرا. خب خودروهای ایرانی خیلی زود توی کلیات شناخته میشن. پس تو این ویدیو از کلیات رد میشیم و یه سری مطالب جزئی و بعضا ناگفته ها و کمتر شناخته شده های این خودرو رو بررسی میکنیم. شاید بعد از دیدن این ویدیو نظرتون به طور کلی در مورد این خودرو تغییر کنه. ابتدا در نمای جلو نکته چشمگیر، طراحی متفاوت جلو پنجره و جدا کردن سیگنال لمپ ها از چراغ‌های روشنایی اصلی است. به سبک ترند این روزهای خودروسازا، چراغ‌های اصلی رو سپر نصب شدن و بالاتر از اونها 2 نوار نازک مثل چشای باریک شرقی‌ها هست که فقط نقش سیگنال دادن رو دارن، یعنی فلشر، راهنما و دیلایت. اما چراغ‌های هدلمپ که نور بالا و نور پایین رو میدن در 2 انتهای یک گریل مشکی رنگ که همون جلو پنجره عریض این خودرو هست نصب شدن و از تکنولوژی نسبتاً قدیمی کاسه انعکاس دهنده نور و لامپ‌های هالوژن استفاده می‌کنند. جالبه بدونید که الزاماً قدیمی بودن این تکنولوژی به معنای بهره‌وری پایین این نوع از لایتینگ نیست. اگه کاسه شلجمی و ماژول‌های انعکاس داخل کاسه خوب طراحی شده باشن و از لامپ‌های مناسب که معمولاً H7 حالا از مارک اوسترام هستن با تنظیمی مناسب بهره گرفته بشه و یک کاتاف تمیز و پرتاب نور منظم رو تحویل بده، اشکالی در استفاده از اونا نیست و هزینه کمتری هم در سافت و احیانا تعمیرات و استهلاکشون دارن. اما جالبتر تو این کاسه چراغ قرار دادن 2 کورنرینگ لایت در اوناست که وظیفه‌شون روشن کردن قسمتایی از پیچ جاده است که نور مستقیم به اونا نمیتابه و اصطلاحاً نقطه کور است. و تشخیص زمان روشن شدن این چراغ‌ها هم با گردش فرمان تا درجه خاصه که به سمتی که فرمان چرخیده میشه نوری از گوشه داخلی چراغ با زاویه حاده تابونده میشه. حالا از بقیه سیستم‌های روشنایی این خودرو، چراغ‌های خوشامدگویی و سیستم فالو می هوم یا مشایعت تا منزل و طراحی لایت گایدز یا خطوط انتقال نور و LED تو چراغ‌های عقب که کلاً در یک قاب مشکی سرتاسری از چپ تا راست جا گرفتن و غیره و غیره که بگذاریم، میرسیم به موضوع پلتفرم و طراحی و قوای فنی و سیستم تعلیق این خودرو. پروژه کا 125 در واقع حاصل یک همکاری قدیمی بین گروه ایران خودرو و گروه پژو سیتروئن یا PSA هست که در این قرارداد که تا حدودی در سایه تحریم‌ها تحت شعاع قرار گرفت ولی هرگز کاملا از بین نرفت، پلتفرم PF1 قانونا در اختیار طرف ایرانی قرار گرفت. این پلتفرم در سال 1998 طراحی شد و اساساً برای خودروهای ساب کامپکت، دیفرانسیل و موتور جلو در نظر گرفته شد. مثل خودروهایی از قبیل پژو 206، سیتروئن C3، پژو 208، پژو 2008، پژو 301، رانا، تارا، سیتروئن C4 کاکتوس و خودروهایی که روی این پلتفرم ساخته شده. در تولید خودرو تارا پژو 301 پایه تولید قرار داده شد و در تولید ریرا پژو 2008 اساس طراحی قرار گرفت. حالا همین پلتفرم PF1 در این خودرو اسم جدیدی به خودش گرفته به اسم IKP2. در ریرا هدف طراح و سازنده ارائه یک کراس اوور کامپکت با خصوصیات ترافرز بودن و نمایش چهره اسپورت در عین حال قابل استفاده برای خانواده بوده که نرمی و کاربردی بودن فدای دیگر مؤلفه ها نشه. اساساً در ایران خودروها باید همه کاره باشن. به موقع باهاشون بشه بار برد، مسافر زد، مسافرت رفت، داخل شهر و ترافیک هم تردد. پس برای این منظور ریرا به یک موتوری که تقریباً جواب خودشو پس داده به نام EF7 یا همون EFP توربو یا یه اسم دیگه هم داره TC7 پلاس مجهز شد. تو این موتور از توربوشارژ استفاده شده، زمانبندی سوپاپ‌ها متغیره، میلنگ، میل بادامک، سیستم خنک کننده، شاتون، سرسیلند و غیره هم ارتقا پیدا کرد. خلاصه توان خروجی شده 161 اسب بخار قدرت و 240 نیوتن متر گشت آور که قابل توجه و راضی کننده است. قدرت از یه جویدنده 6 سرعته AT به چرخ‌های جلو منتقل میشه که ساخت DAE هست و لور دندش هم الکترونیکی و
قابلیت این گیربکس خلاص شدن اتوماتیک تو توقف هاست. مثلا پشت چراغ قرمز خلاص میشه و با اولین گازی که بدین دوباره خودش میزنه تو دنده و راه میفته. راجع به کمپانی DAE باید گفت که در واقع تبحر اصلیش ساخت و توسعه موتورهای الکتریکی و تکنولوژی‌های ترکیبی الکتریکی مکانیکی، سیستم‌های مدیریت باتری و کنترلرهای الکتریکیه. اما خب ترانسمیشن و سیستم‌های انتقال قدرت هم میسازه. به خصوص اخیراً با همکاری شرکتی به نام لیندای این کارو تو ایران گسترده‌تر داره انجام میده. سیستم تعلیق ریرا خیلی پیچیده نیست. احوالات یک خودروی اقتصادی رو رعایت کرد. در جلو مکفرسونه و در عقب اشتایپ تویست بیمه. اما با توجه به قابلیت‌های کلی که از پلتفرم فرانسوی PF1 سراغ داشتیم و استفاده از لاستیک‌های با بالونی پهن‌تر و رینگ‌های 18 اینچی، انتظار میره نرمی قابل قبولی رو همچنان این خودرو به ما ارائه بده. داخل ریرا هم با یه طراحی نسبتاً ساده و متریالی که عموماً پلاستیک خشک و اقتصادی روبرو هست. ذات کلی خودروهای فرانسوی رو هنوز میتونیم توی این خودرو حس کنیم. اگه در کیفیت و مداومت و استقامت هم دنبال روی خودروهای پژو سیتروئن بوده باشه، میشه گفت که خودروی کاربردی و کار راه اندازی میشه. باید ببینیم میتونه از پس رقبای مستقیم چینیش مثل MVM X55 بر بیاد یا نه. این چیزیه که زمان مشخصش میکنه. خب حالا که در مورد پلتفرم PF1 و پژو 301 و الگوبرداری تارا از این خودروی فرانسوی صحبت کردیم، به نظرم خوبه که تو ویدیو بعدی در مورد تارا صحبت کنیم. در مورد استقامت بدنش، زیربندیش، تعلیقش، نرمی و سفتی صندلیاش، موتورش، گیربکس دستی و اتوماتش و حتی کیفیت رنگ و جزئیات دیگرش. با من باشید. البته همینطور خالی خالی هم نه، با لایک و سابسکرایب با من باشید.